اگر دانش آموز مکتب هستین و به دنبال فرصتی برای تکمیل دوران مکتبتان هستین و میخواین که سند معتبر دریافت بکنین، پس این ویدیو را تا آخر بیننده باشین. در این ویدیو روی فرصتی صحبت میکنیم که کاملا رایگان و آنلاین می باشه و بعد از ختم دوره مکتبتان شما یک سند معتبر دریافت میکنین که در تمام جهان او قبول شده هست و شما میتونین از او برای اپلای کردن در بورسیه ها و دانشگاه ها استفاده بکنین و تحصیلات عالیتان را با او سند ادامه بدین. این فرصتی که امروز صحبت میکنین لیوینگ ویزدم افغانستان هسته که این کاملا رایگان و آنلاین می باشه و این برای دخترای افغان جور شده تا که اونا بتانن مکاتبشان را بالاتر از صنف ششم ادامه بدن. و این فرصت تحصیلی که امروز رویش صحبت میکنیم از برای دختر خانم های هسته که از 14 سال الی 18 سال باشن و همچنان در داخل افغانستان باشن، چون که اینا فرصت تحصیلی ندارن. و همچنان این لیوینگ ویزدم افغانستان یک نهاد همکار با ویکتوریا افغانستان هسته که اینا با هم دیگه یک جا شده تا که یک پروگرام کامل و منسجم را برای دانش آموزای مکتب افغانستان ایجاد بکنن تا که اونا بتانن مکتبشان را ادامه بدن و سند معتبر را دریافت بکنن برای ادامه تحصیلشان. Why this program exists؟ این پروگرام برای چی ایجاد شده؟ امریکا که همه جهان آگاه است، افغانستان تنها کشوری است که دخترها اجازه تحصیل را ندارن. پس دخترایی که بالاتر از صنف ششم هستن نمیتونن که مکتبشان را ادامه بدن. پس اینا یک جا شده تا که امی فرصت را برای دخترها ایجاد بکنن تا که اینا هم بتونن مکتبشان را ادامه بدن. این اردو نهاد با هم دیگه یک جا شده و این پروگرام را جور کرده. این پروگرام کاملا رایگان آنلاین می باشه و برای این جور شده که یک امید و یک فرصتی برای ادامه تحصیلشان باشه. What makes living wisdom افغانستان unique؟ یکی چیزایی که این پروگرام را از دیگر پروگرام ها متمایز می سازه این است که این کاملا رایگان می باشه. تمام مصارفی که وجود داره از طرف خود پروگرام پرداخت میشه و همچنان فول اگریدیت است، یعنی از این کاملا معتبر است، در تمام جهان این شناخته شده هست و همچنان این توسط Western Association of Schools and Colleges تایید شده و شما میتونید که درباره این نهاد هم تحقیق بکنید و مطمئن بسازید خودتان را که چقدر این میتونه معتبر باشه. لایف اینتراکتیو کلاسز هستن، یعنی شما گروپ های کوچک می داشته باشین که صنف های آنلاین براتون برگزار میشه. شما در اونجا میتونین صحبت بکنین، دیسکشن داشته باشین و همچنان به صورت لایف جوین شوین و درس هایتان را بخونین. هولیستیک education for life است، یعنی شما بر علاوه که مضامین تیوری مکتبتان را میخوانین، در اونجا شما اسکیل هایی را یاد میگیرین که برای پیشرفت شخصیتان، برای اینکه یک دانش آموز باشین که از هر لحاظ رشد کردن، به شما او اسکیل ها را یاد میتن در این پروگرام. و همچنین پسوی هایر ایژوکیشن، وقتی شما مکتب را در اینجا تمام بکنین و دیپلمی که شما از اینجا دریافت میکنین او معتبر هست و شما میتونین از او برای ثبت نام کردن در بورسیه ها از او استفاده بکنین، به خاطر که اپلیکیشن شما را قوی تر میکنه و شما میتونین به راحتی به دانشگاه ها و بورسیه ها درخواست بدین و تحصیلات عالی خود را ادامه بدین. بر علاوه که به شاگردا ترینینگ دارن، اینا برای استادا هم ترینینگ دارن. استادا میتونن در اونجا مهارت های خود را تقویت بکنن. چه کسایی میتونن در این پروگرام ثبت نام بکنن؟ این برای دختر خانم های است که بین 14 سال الی 18 سال باشن، زیر محدودیت بند بودن مکاتب باشن که تمام دختر افغانستان واجه شرایط این فرصت هست و همچنان به اندازه کافی اینا انگیزه برای ادامه تحصیل داشته باشن و همچنان آماده باشن تا که انگلیسی خود را تا سطح اینترمدیت یا متوسط تقویت بکنن. اما رقم که در اول ویدیو گفتم که اینا با نهاد ویکتوریا افغانستان همکاری دارن و این کلاس های انگلیسی از طرف ویکتوریا افغانستان برگزار میشه و یعنی شما انگلیسی خود را با ویکتوریا افغانستان میخوانین و
انگلیسیتان را در اونجا تقویت میکنین. what students experience شاگردا چی چیزایی را تجربه خود کردن وقتی در این پروگرام جوین میشن. اولین ای که اینا تمام مضامین مثلا انگلیسی، ریاضی، ساینس و تاریخ، ادبیات و دیگه مضامین را میخوانن و همچنین اسکیل هایی که برای توسعه شخصیشان نیاز است اونا رو میخوانن. هفته‌وار اینا جلسات منتورینگ دارن با منتورایشان و همچنان اینا با یک کمیونیتی وصل میشن که از تمام جهان هسته و اینا میتونن که اینتراکشن با اونا برقرار بکنن و یک فضای خوب درسی را ایجاد بکنن. و دیگه معلومات را شما میتونید که درباره این پروگرام از اینجا دریافت بکنین. اگر شما خدا و شرایط این بورسیه میدانین، اولین استپی که شما باید در نظر بگیرین جان شدن در ویکتوریا افغانستان است. این ریکوایرد می باشه، یعنی اجباری است که شما ایره اول باید انجام بدین. اول از طریق سایت رسمی ویکتوریا افغانستان شما خودتان را در این پروگرام ثبت نام میکنین. در اینجا شما میرین یک صنف انگلیسی انرول میکنین و انگلیسی تان تقویت میکنین. بعد از اینکه شما انگلیسی خود را تکمیل کردین، ویکتوریا افغانستان خودش شما را به لیوینگ ویزم ریفر میکنه، یعنی شما را در اونجا معرفی میکنه و شما میتونید که بعد از اون شامل این پروگرام یا مکتب شوین. پس اولین کار که شما میکنین رفته بالای این لینک کلیک میکنین تا که به صنفای انگلیسی خود را ثبت نام کنین. الی سپتامبر 2026 باز است و یعنی شما تا وقت فرصت دارین که در اینجا ثبت نام کنین و از اینجا شما میتونین که راههای ارتباطی را با این نهادها دریافت بکنین و اگر کدام سوالی داشتین که مشخصا نیاز هست از اونا پرسان بکنین، میتونین که به این ایمیل ها مراجعه بکنین. پس میریم از این که یاد بگیریم چگونه شما میتونین خود را در اینجا ثبت نام بکنین. بالای این لینک آمده و کلیک میکنین تا که صفحه رسمی ویکتوریا افغانستان باز شود. وقتی صفحه براتون باز شد در قسمت پایین آمده و اینجا اپلای ناو را کلیک میکنین. و این فرم ثبت نام هست که شما میتونید خود را به صنف‌های انگلیسی ثبت نام بکنین. اینجا تمام معلومات ذکر شده که شما میتونید با دقت ایره خوانده و مطمئن شوین که شما تمام اون معلومات را خواندین و کاملا با برنامه آشنایی دارین. در قسمت اول آمده ایمیل تان نوشته میکنین، بعد از او شماره واتساپ تان نوشته میکنین و در قسمت نام و تخلص تان را نوشته میکنین و متوجه باشین که این مشخصا با تذکره تان یک رقم باشه، به خاطر که وقتی که شما سند مکتب تان را دریافت میکنین مستقیما از نامی نامی که شما اینجا نوشته میکنین گرفته میشه. پس دقت داشته باشین که اسپل نامتان دقیق باشه و در اینجا شماره تذکره خود را نوشته میکنین. در قسمت بعدی اینجا تذکره خود را اپلود میکنین. اگر تذکره خود را اپلود نکنین درخواست شما مورد بررسی قرار نمیگیره و بعد از اینجا جنسیت تان انتخاب میکنین و در کدام ولایت و کشور زندگی میکنین. در اینجا محدوده سنی خود ذکر میکنین که در کدام محدوده سنی قرار دارین. بعد از اینجا میگین که در کدام درجه تحصیلی هستین. در اینجا میگین که آیا محصل بودید یا دانش قبل از اینکه نظام تغییر کنه آیا شاگرد بودید یا محصل. در اینجا نوشته بکنین. و در اینجا گفته که قبل از تغییر نظام صنف چند مکتب یا دانشگاه بودید. از اینجا شما میتونید انتخاب بکنین و بعد از او اگر شما محصل بودین رشته تحصیلی شما چه بوده میتونید در قسمت نوشته بکنین و اگر شاگرد مکتب بودین در کدام مکتب یا دانشگاه درس میخواندین نام مکتب یا دانشگاه خود در قسمت نوشته میکنین و بعد از او فعلا وظیفه اگر دارین بله و اگر وظیفه ندارین نخیر انتخاب کرده و هم میرین روی سوال بعدی که گفته شغل شما چی است. اگر کدام جای کار میکنین کدام وظیفه دارین اینجا نام وظیفه تان نوشته میکنین. در غیر صورت نوشته میکنین این یعنی که این سوال به شما صدق نمیکنه. و میرین سوال بعدی آیا تا به حال کدام صنف آنلاین شرکت نموده اید؟ اگر تا هنوز کدام جای صنف آنلاین شرکت کردین بله انتخاب میکنین، در غیر صورت نخیر. و بعد از او گفته چند ساعت در هفته شما میتونید به این درس اختصاص بدین. از اینجا ساعت‌هایی که میتونید در اونجا شرکت کنین را از اینجا مشخص میکنین و بعد از او در اینجا گفته که در هفته چند ساعت برق دارین. از اینجا انتخاب میکنین که چقدر شما در یک هفته برق دسترسی دارین.
و در اینجا گفته که با چه دستگاهی در این صنف شرکت میکنین. اگر با موبایل شرکت میکنین، اینجا موبایل، کامپیوتر، تبلت و یا تمامی موارد بالا را دارین، میتونین که از این گزینه ها انتخاب بکنین. بعد از او گفته برای اشتراک در این صنف از طریق زیر استفاده میکنین، از اینترنت سیم کارت استفاده میکنین یا وای فای دارین. یک از این گزینه ها را نظر به شرایط خودتان اینجا انتخاب کرده و میرین سوال بعدی که گفته تاریخ تولدتان را مطابق تذکرتان درج بکنین. سال تولدتان را از اینجا انتخاب میکنین که در تذکرتان نوشته شده. اینجا گفته که آیا پاسپورت دارین یا خیر، اینجا انتخاب میکنین. در قسمت بعدی گفته آیا دیپلم مکتب دارین. اگر دیپلم مکتب دارین را بله بزنین، اگر ندارین نخیر. پس اگر شما میخواین به این مکتب ثبت نام بکنین، پس گزینه نخیر انتخاب بکنین، به خاطر که شما بعد از اینکه پروگرام انگلیسی تان را تموم کردین به این مکتب معرفی شوین. بعد از او گفته که آیا دیپلم پانتون یا ترانسکریپت خود را دارید. اگر شما ترانسکریپت دارین، یس را انتخاب کنین، اگر نه، نو را انتخاب بکنین. رویاهای شما برای آینده چیست؟ در آینده چه آرزو و رویا دارین؟ در اینجا نوشته بکنین. در مورد برنامه های ما چگونه مطلع شدید، یعنی از کجا شما درباره ویکتوری افغانستان فهمیدین و آمدین خود را ثبت نام بکنین و منبع را حتما در اینجا ذکر بکنین. برنامه های دیگری که میخواید ما ارائه بدهیم چیستن؟ مثلا چی برنامه هایی را شما نیاز دارین؟ مثلا صنف های ریاضی نیاز دارین، صنف های فیزیک نیاز دارین، یا هر پروگرام دیگه که شما میخواین داشته باشین که او را بخوانین، میتونین که در اینجا ذکر بکنین تا که این نهاد بر شما او فرصت ها را فراهم بکنه. در قسمت بعدی گفته چرا فکر میکنید شما در مقایسه با دیگران یک متقاضی قوی در این پروگرام هستین؟ از دستاوردهای خود، از چیزهایی که شما دارین و دانش آموز دیگه نداره اینجا ذکر بکنین تا که اپلیکیشن شما قوی شود و شما در این پروگرام قبول شین. بعد از اینکه تمام سوالات جواب دادین، اینجا آمده گزینه سابمیت را میزنین تا که ثبت نامتان تکمیل شود. این بود تمام معلومات درباره این پروگرام. امیدوارم که این ویدیو بر شما مفید و قشنگ باشه. اگر ویدیو براتون مفید بود، حتما کانال کابل اسکالرشیپ را سابسکرایب کرده ویدیو را لایک بکنین و اگر کدام جای سوال داشتین، کدام قسمتی از ویدیو بر شما واضح نبوده، حتما در قسمت کامنت ها بر ما بنویسید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.